یاد بده ندارم. آیتم یاد بدم. بیا هر کارتی دوست داشتی بردار. خب امشب مهمونی میخواد بره انجامش بده. حس شدیم؟ بله. خیلی خب من کل دسته کارت شروع میکنم کامل بردن. اون که کارتت نبود. اصلا نبا خیلی خب هر جا دوست داشتی بگو دیگه بر نزن. کافیه. همینجا. دقیقاً رسیدیم به کارتت. نه نه؟ نه. یه دست میکشم روش این بیبی خشته رو تبدیلش میکنم به کارتت. خودشه؟ آره. بریم سراغ قسمت آموزش. من چرا اینقدر آروم حرف میزنم؟ نمیدونم اصلا مهم نیست. مؤدبانه دیگه همسایه‌ها آسیب میشن. بچه‌ها بیننده‌تون هر کارتی میتونه برداره. اوکی. هر کارتی. اگه دسته کارت کاملا برخورده کارتشو میذارید روی دسته کارت، دو طرف کارت رو فشار میدید، بر میزنید. این باعث میشه که کارت انتخابی بیننده بیفته دومین کارت از پایین. 4 پیک بود درسته؟ بله. الان کارتا رو به این شکل میرم جلو، از روی کارتا میکشم، میگم هر چی دوست داشتی بگو وایسا. هر جا گفت وایسا کارت پایین رو نشون میدم. قطعا کارت بعدی کارت انتخابیه. بیننده میگه این کارت من